FRP داره. خب برمیگردیم اول. خب این گوشی هم سی پیوش کوالکامه. قبلا توضیح داده بودم که فضای دوم دارن این گوشی ها، اما تو این ورژن دیگه نمیتونی مثل قبل بری داخل تنظیمات گوشی. برای این کار باید دانگل آنلاک تول داشته باشین. بعد بریم تو تب شیومی، بعد تب فانکشن، تو این تب بعد پایین MTP رو میزنین تا درایورشو نصب کنه. بعد گزینه MTP اکتیو رو میزنین. ببین دوستان بعضی کامپیوترها باید این درایور خاموش باشه، من خاموشش کردم قبلا. بعد ادامه رو میزنین. خب دیدین اینجا واسه شما مستقیم یوتیوب رو میاره. خب ویو میزنین، بعد یه مرور انتخاب میکنین اینجا. خب بعد ادامه مراحل مثل آموزش قبلیه. میریم تو سایت FRP بای پس. خب اولین گزینه رو میزنیم، اولین تبی که باز شده. بعد میریم تنظیمات، اینجا شد دیگه. فکر کنم خیلی هاتون بدونیم، فقط با آنلاک تول کار کردنش یه ذره آموزش میخواست. خب ستینگ رو میزنیم، پایین سکند سپیس فضای دوم روشن کردن، ثبت میکنید تا ساخته بشه فضای دوم. خب تا ادامه رمز ندین، رمز انتخاب نکنین، فقط شورتکت انتخاب کنین. کنتینیو، باز میگه پسورد، set now. خب این هم فضای دوم. حالا گوشی رو یک بار ریستارت میکنید. خب گوشی رو ریستارت میکنیم. این متد کلا واسه گوشی‌های میوای 14 13 12 واسه همه کاربرد داره. اونایی که نمیتونین از طریق منوی زبان برین جلو یوتیوب رو پیدا کنین، فقط با دانگل آنلاک تول میتونین خیلی راحت تمامی گوشی‌های شیائومی رو FRP رو دور بزنین. خب کار تموم شد. حالا ببینیم بدون FRP میاد بالا. خب این هم از گوشی شما میوای 14. امیدوارم خوشتون اومده باشه و لذت ببرین.